سلام علیکم. بابت تأخیر عذر میخوام. بشی فرمایی شما را که با اخبار خوب همراه است به فال نیک میگیرم. اخبار خوب؟ به دستور و حمایت شما نیروها در حال پاکسازی سردشت هستند. چند نفر تلفات دادین آقا جان؟ متاسفانه 70 نفر شهید، 50 نفر مجروح. اینه اخبار خوب؟ خب از نظر بنده حمله عراق قطعی بود آقای رئیس جمهور. ما اگر اقدام نمی‌کردیم قطع به یقین تعداد شهدا و مجروحین ما بیشتر از این بود. مگه من به شما نگفتم از نیروهای سپاه استفاده نکنید؟ ما تقریبا به 12 کیلومتری سردشت رسیده بودیم که کمی خوردیم. چیکار می‌کردیم؟ رها می‌کردیم برمیگشتیم. بایستی از نیروی کمکی استفاده می‌کردیم. همین سپاهی‌ها رفتن شما رو لو دادن که دارین میرین سمت سردشت. همینا که سنگشون رو به سینه میزنین، اینا میرن بین مردم، توی مساجد، توی هیئت‌ها، میگن ما عملیات داریم، برامون دعا کنین. همین جوری میشه که همین یاد دو میده آقا جان.